مرحمت. مانعی پیشروی و ترقیات و علم و صنعت در سینگاپور نشده است. نمره یک میسته در دنیا از لحاظ اقتصاد. سینگاپور از لحاظ شناسنامه سینگاپور درجه یک میسته در روی دنیا، به اندازه یک قرب وسیع دارد. تو از امریکا و از آلمان دیده شناسنامه سینگاپور با آبروتر است. برای چی؟ چرا مانع نشده است؟ روسری، لباس، پایافزال، حتی مکتب های ما ببینید کاستوم و بروک یک خیله گالستوک. ولی در آلمان من هیچ گاهی نمیبینم صبح در اتوبوس سوار شو سمکهاشون دسته یکیشون هر لباسی که دارن اونها مکتب میرن میان، هیچ مانعی نیست. من مطمئنم خواننده صرف 10 و 11 یک آلمانی از وزیرهای ما و شما با عقلتر، بسواتر، دیدگاهشون وسیع‌تر است. لااقل دو سه زبان خارجی میدونن، از فنهاشون بهای اعلا دارن و اونها متخصصن. الکی در همون او رونشان الکی متخصص یک بخش هستن. اما در ما چی؟ لباس یگانه، فرهنگ ملی، لباس یگانه، چکن و پکن. اگر شما به خاطر چکن و اطلس و ادرس یک چیزی براتون عزیز است، یک چیزی، خب در جهان چی نام داره؟ گیجوی را گرفتگی است. کدام حتی من ببینید در همین آلمان مردم هندوستان و مردم پاکستان، همون هندو زبانش، همون فرهنگی که داره ریشای دراز، همون سلاح‌های هندوگی خیلی میگردن در کوچه ها. یعنی فرهنگشون تو اینجا را آوردن و همون فرهنگشون حفظ میکنن. حتی در سطح راهبراشون که رحمانوف به همون جامعه باباگی، به همون خواب چی میگن و تاقی باباگی، به همون محسی های باباگی فرهنگ است که یک بار سفر به اروپا بکن فرهنگ تا نشان بده. کلن از فرزنداتون سر کرده تا زن و بچه‌تون همه فرهنگ غربی، لباساتون فرهنگ غربی، از مد از بهترین فیلم‌های خارجی. ولی یک زنی بیچاره رفته از یک روی ما بچه او شده است عربی، او شده است ترکی. گیجای این مانیه است. گیجای زن لباسش مانیه است. شویتسر را سینگاپور آورد، یکی از کشورهای با نفوذ در جهان کرد، نشان داد. همینا هم یک زمان در زیر استثمار انگلیس بودن، استعمار انگلیس بودن. همینا هم یک زمان خب اسیر بودن. اما چرا امروز قدر پیش رفتن؟ چرا اومدن بالای معارف، تکنولوژی، صنعت، اقتصاد وقت صرف کردن، نه اومدن بالای لباس و یک متای بی معنی صرف بکنن. دیگر برنامه ندارن. فرهنگ بیگانه، فرهنگ غربی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ عربی، فلان و بهمدان و آقا ما فرهنگ، اگر فرهنگی فارسی میگیم، فرهنگی ما یک بار چنگ زنیم به کشور ایران، گیجای او فرهنگ خلاف قانون است. اون مرحمت فرهنگ مردمی ما فرهنگ است. ما چون فارسی تبار هستیم، با فرهنگ ایران و فرهنگ ما باید یک باشه. برین در کوچه های تهران ورق بزنین، چکر بزنین. برین در نمیدونم زاهدان و در هر گرد و اطراف اصفهان برین یک بار چکر بزنین که ببینید که در اونجا چی فرهنگ است، چی نمود لباس. آیا مانیه به اتم داره، رکت داره، بهترین سلاح‌های جنگی داره. اون لباس اونها مانع نشد برای ترقیات و پیشروی علم و صنعت. شما پدن نلتا آمدن کلچه، کدو، فرهنگ. نمیدونم هر پریزیدنتی آمد سیب و کدو نمیدونم گو ریختون برو آوردن نشان دادن. در تلویزیوناتون لباس پوش نپوش، لباس پوش نپوش، فرهنگ لباس یگانه است. هم از این دیگه برنامه ندارین. یک جوانی را نشان ندادن که رفته از بهترین الگو و نمونه برای دنیا باشه. هر کس یک اینمی قدر علم داره برو آوردن در مقابلتون چاپلوس کردن، فقط تر میلیسه. یک چیزی روز ما میگه رحمان با ارزش اسماعیل سامانی را داره. رو تصفیه کنم. این قدر کتاب خوندی، این قدر امریکا را خوندی، نمیدونم چند دیپلم گرفتی، تو اومدی رحمان و با اسماعیل سامانی قیاس میکنی؟ اسماعیل سامانی پارچه وطن نفروخت و روسیه. پس معلوم میشه که یعنی خواندن، یعنی که اگر تو متفکر هم باشی، عالم هم باشی، ولی همین روسیه و دروغ و شیطنت بکنی هیچ گهی نبودستی. که جای این مانیه است. دل خواه عکس بگی مرحمت. که جای این مانیه است. بهترین رئیس جمهور کشور آورد در سطح جهانی، برو آورد.
یگان مانع نیست. گیجاش هیچ ربطی نداره با فرهنگ، با پیشروی، با ترقیات. این میخواه این گونه میپوشه، نمیخواه یک نمود دیگر میپوشه، هیچ ربطی نداره. این چیز است برای شما فرهنگ. مرحمت. یکم یک حلیمه خب این بود نقطه‌ای که برای شما گفتم. و چرا حکومتی رحمانوف امروز چنگ میزنه با فرهنگ، گفته داد و فیقان میزنه؟ به خاطر دیگه برنامه نداره، دیگر کاری برای ملت نمیکنه. من حالت روسیه را برای شما نشان دادم. در روسیه چی گپ رفته ایستاده است، مردم ما در کدام فضا قرار دارن. و اینجا امام علی رحمانوف با اون احمقان و با اون ابلهاش آمد چیکار کرد؟ دیگر راهی که نداره، همین قبیل از فرهنگ 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 و تمام. خب نظری شما دوستا چی است، هموطنان و مردم تاجیکستان، که چرا رحمانوف به چنین حال دست میزنه؟ در همین جا شماره تلفنی و استریم من در زیر نوار گذاشتم و از دوستا خواهش میکنم اگر که مدیریتورا میتونه که اما سیلکه را که من پرتون کپی کن در همین زیر نوار تست پرتون بگید تا هموطنان وارد شوند که فکراشون بگن که مردم چی میگه، رحمانوف از این عملهاش چی میخواه. اگر زنگ تلفنی باشه ما رو پیوست کنیم. تشکر همکاران. در زمان جهانی شوی فرهنگ لباسپوشی موقع خاص خود را دارد، چون که امروزها بسیاری از کشورهای جهان با رسم و آیین لباسپوشی خود شناخته شدند. تاریخ گواه است که زن مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس ملت بوده است. لباس ملی یکی از رکن‌های فرهنگ ملت به شمار رفته یادگار از گذشتگان است. به خاطر حفظ و نگهداشت فرهنگ اجدادی و ترغیب لباس ملی صحبت داریم با دکتر علم‌های فلسفه پروفسور عضو کمیسیون مرکز انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان خدیرزاده مغفرت عمر. سرآغاز می‌گفتید که رو آوردن زنان و دختران با پوشیدن لباس ملی در شرایط امروزه جهانی شبیه تا چه اندازه مهم باشد و میل کردن آنها به فرهنگ بیگانه چه خطر دارد؟ تشکر زیاد. واقعا هم زمان امروزه با وسعت بلندی روندهای جهانی شوی فرق میکند و این روندها در نزد جامعه ها مسئله های گوناگون رو پیش آورده ایستاده است و در این مسیر یکی از مسئله های بسیار مهم این مسئله وسعت یابی تاثیررسانی های گوناگون اطلاعاتی، ایدئولوژی و فرهنگی می باشد. ما می‌دانیم که فرهنگ همچون یک جزء هویت ساز در تشکل و استواری هویت ملی یک گوییم که اهمیت مخصوصا مهم دارد. در طول تاریخ بشریت ما می‌دانیم که همکاری های فرهنگی باعث گشتند به غنیگردانی و بویشوی فرهنگ ها. لیکن در این مسیر باز یک روند دیگری هم است که اون را همچون اکسپانسیون فرهنگی میگویند و این وارد شدن فرهنگ های بیگانه را به حدودهای نو در نظر دارد، نه همه وقت عاقبت های خوب داشت و متاسفانه ما امروز همین نمونه های اکسپانسیون فرهنگی را در مثال تاثیررسانی های فرهنگی احساس کرده ایستاده‌ایم. و چون سخن سر رکن های فرهنگی ملی می رود، یکی از رکن مهم آن لباس ملی است و شما درست قید کردید که ارج گذاشتن زنان و دختران به لباس ملی در زمان جهانی شوی واقعا هم یک وسیله بسیار مهم و با اعتمادی همین استوارگردانی هویت ملی به حساب می رود. ما و شما می دانیم که وقتی که ما امروز درباره لباس ملی گپ میزنیم و نقش زنان و بانوان در این روند یادآور می شویم، پیش از همه در نظر باید گرفت که زنان یک وظیفه بسیار مهم اجتماعی دارند.
یعنی زنان و مادران ما انتقال دهنده تجربه اجتماعی، عرف و عادت، عنعنه و سنت ها هستند. ما از همین توسط اجرای همین وظیفه ما همچون یک میراثبران هستیم که پیوندی بین نسل ها رو، پیوندی معنوی بین نسل ها رو تامین میکنیم. طرز درست باور کردن لباس هم فرهنگ هر یک شخص رو انعکاس میکند. همین طور زیبایی پرستی هر یک نفر رو افاده میکند. برای بالا بردن مقام لباس ملی در مثال چکن و اطلس و ادرس میان زنان کدام کارها رو ما باید امروز باز عملی نماییم؟ درست، ما امروز افتخار از یک چیز داریم. افتخار از آن داریم که پیشوای معظم ملت با تشبث پیشوای معظم ملت با تلاش‌های بی‌واسطه‌شان امروز چکن و اطلس ما جهانی شدند و امروز اونا همچون یک میراث فرهنگ غیر مادی فرهنگ اوجی فلک رفته است در کیم گجا این پدن یا آخر امروز با افتخار پیشوای ملت اطلس جهانی شده است. نوش تا جهانی شده است. شکم میتونه سیر میکنه ای گوساله 2.5-3 میلیون در روسیه در بدر زیر تأخیر زیر تجاوز تو اطلس تو جهانی شده است. اوکی understand جهانی شده اطلس تو. بعد چی ربط داره با پوشیدن مردم؟ اطلس یک متا جهانی شده است. خیلی خوب کدام آمریکایی اطلس را به بر میکنه؟ کدام اروپایی؟ من تا امروز ندیدم. من تا امروز زیاد از کشورهای اروپا رو قریب نیمشه گشتم. نمیدونم در کشورهای آسیا هم بدونم، نمیدونم در ترکیه و اوکراین و بلاروس و آذربایجان گروزی خب نیمه اروپا گشتم دیدم. من در یگام جای من ندیدم که یک اروپایی یک از نمیدونم مردمی خب اسلامیان اطلس متای ما خودی کرتا پوشیده تو برآمده است جهانی شده کیف میکنه. تا ماده است تاجیکستان در یگام بازار در یگام مغازه آمریکایی اروپایی من ندیدم از این متا یک لباس باشه که اما ماده است تاجیکستان جهانی شده است. به همین دعواهای پوچ و بی‌معنیتون، به همین سمسطه‌های بی‌معنیتون شما اومدین با تشبث جناب عالی چی شده است؟ پیشروی شده است. یک نفر گوش کردم، یک ملا افغانی بود خطا نکنم، میگه چرا ما فقط مرگ به یک ایرانی بود میگه مرگ به آمریکا مرگ به آمریکا میگن. چرا میگه؟ چرا یاپونسا میگه ایگا پناه میگن و میگه همونه که در دفتر کاری ترامپ یا که اوبام سامسونگ تلفن سامسونگ ایستاده اجا کنسنری سامسونگ همه که کار میکنه در دفتر یک پرزیدنت آمریکا همین خودش معنی مرگ به آمریکا بودن است. یعنی به این اندازه ما چی لازم این گپا گفتن؟ یعنی ما نمیبیم فرهنگ بگیم تمام شد رفت. نه در عمل ما نشان میتیم. میگه در عمل اگر من بدونم که از همین اطلس و قور و بلای شما همین کفنهای بیمانیتون من بدونم که در خب بیرقهای کشورها به همین متای تاجیکی دوخته میشوه که یک ورزشگر میبرو میبینی اطلس قطعی دوخته است. من میگم آفرینت حلالت باشه بابا. من بدونم که زلهای بزرگی کانسرتی هم پرده هایی که از پشت باز می شود متای تاجیکی اطلس است، ادرس است، چکن است. آفرین تون. خیلی خوب این ملت آبرو داره اینا در سطح جهانی. من بدونم که لباس های تنه یک مخلص فوتبال، لباس تنه یک ورزشگر، لباس تنه یک دویشگر، لباس تنه یک گانچیک من بدونم که با متای تاجیکی دخترش دست میپوشه. آفرین تون فرهنگ تاجیکی اطلس و ادرس و خور و بلا جهانی شده است. با گفتن قند دهانی من شیرین نمیشود. شما با همین پوچ و افسانه های همین رحمان محمد فریب کرده شیطانی کرده است. شما همین باور کردین نه همین یک افندی همین یک عمود خب مسخره باز هر روز میگفت است ها همو جا بودم همو چهارمغز ریختگی است. گفت که میرفتن یک روز گفت بخمم برام یک همین راست نباشه. همین رحمان و همین دروغ گفته است شما باورش کردین. با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی اطلس و چکن جهانی شد. واه بمب بنه تمام ترکیب شد. اقتصاد، فرهنگ، سیاست تاجیک در جامعه جهانی با فرهنگ و با آر و با ناموس شناختن. گو خوردین.
تاجیک یک غلام بود، یک مهاجر، یک وابسته، یک امروز جرم تروریستی را زدن در هر گوشه و کنار دنیا. خب زیر جستجو قرار داره، در اونجا تاجیک، در اینجا تاجیک، در اونجا تاجیک، تاجیک ظلم میشود، تاجیک شکنجه میشود. امروز تلویزیون‌های روسیه، تلویزیون‌های قزاقستان، اوکراین همه جا از تاجیک حرف میزنه، از پستی تاجیک حرف میزنه. با گفتی نمیسا سوم بایشپیل نپرمیر همه تلویزیون رادیوها چش دیگه است، تاجیک شده است. امروز آمده است جناب عالی اطلس و ادرس جهانی کرد. روتون سیاقتی همون جهانی تون با همین دروغ و با همون فریب 30 سال همین مردمی تاجیک واقعا ای صبر زیاده دیگه. یک مریضی فلج داره باید فلج باشید یک صبر کنید. در دیگه حالت هیچ چی میگه این کو اعتراف شدگی هستند و امروز ما چیکار کنیم، چی باید کرد که واقعا هم همین لباس ملی ما همه جانبه ترغیب شود، همه جانبه یک دائمی منتظم ادامه یابد. ما به اون مرحله رسیده ایم که امروز حتی تو به سطح رسمی پروتکلی برآوردن لباس ملی چاره اندیشی کنیم. طراحان ما کار کرده برآیند همون گوییم که طراحان ما کار کرده برآیند قرار قبول کردن فرهنگ ملی پیشنهاد ندارن، نمیدونن چی برای مردم پیشنهاد کنن، میگن طراحای ما کار کرده برن. اوی صغیره او پدلنت همین اوی به سواد انده هرچه پروفسور هم باشین متوجه حرفات هم باشین. قبل از اونه که یک چیز به فروش میگذاری کمپانی مرسدس میخواد که سال 2024 ماشینش به نمایش بگذارنه، نمیبیه اول گپ زنه میسازه اوکی در سطح عالی یک شتوک یک دانه شویم برای در همون خب چورابینی های سطح جهانی به نمایش میگذارد. تویوتا، اودی، لامبورگینی، فراری، بوگات فرق نداره، هر یک کمپانی میگه این همین نمونه مرسدس اس کلاس 2024 بوگ نمیدونم ام شه یا که نمیدونم مای بخ هر چی که نباشه این همین نمونه شه میگه نه یا که لامبورگینی یا که فراری هر ماشینی که نباشه نمونهش نشان میتین. او این میگه که طراحان ما باید دیده برآیند زمانی آینده اسازی ولی لافی فرهنگ زده ایستادن. پوشیدن روسری فرهنگی بیگانه است. چیکار کنیم؟ حالی به طراحان ما پیشنهاد میکنن فرهنگی تاجیکی را. کدام از فرهنگی ما؟ حالی بستین طراحان ما دیده میبرایند. کی میبرایند؟ I don't know. نامعلوم. کی باید فرهنگی ما معرفی شود؟ که برای مردم تلویزیون رسانه‌ها برنامه فرهنگیتون چی است؟ چه برنامه فرهنگی دارین شما برای این ملت نشان بدین؟ در کدام شبکه‌های شما امروز بالای فرهنگی اصلی این ملت خب کیناست فیلم‌ها امروز برنامه‌ها میره؟ بیا من برای شما فرهنگ امروزه رو نشان بدم. اینا بگی. اینا بگی که روسیه دروغ میگه. حالا که میریم بالای فرهنگ ما منظرات میخوام شاید همون کسی که ما را میبینه شاید ناراحت نشود که نوارش میگذارم. خب مستثنی بعضا مورد باید که بگذاری چون خب صبر کنیم میگذاریم و در تلویزیون‌های ما در شبکه‌های مجازی ما بخش تاجیکی در کدام فرهنگ در اوج است. من صداش نمیگذارم دوستان به خاطر اینکه شاید افترسکی داشته باشه. مرحمت کنید. گجای این لباس فرهنگ تاجیکی است. وزارت فرهنگ آیا دیده بر اومدین که گجای این مدرن تاجیکی است؟ اگر دعوا دارن که جمهوری تاجیکستان دولت دموکراتی است اوکی من بحث ندارم. برای من فرق نداره ایزن چگونه لباس میپوشه، برای من هیچ فرقی نیست، صنعتکار است. اما گریه من نه از آن است که بیچاره من از اون گله ندارم که چرا این جونا پوشیده. این میدونه گور و اعمالش و پدر و مادر و هر کی میپوشن پوشیدن بگیرن. من کاری ندارم. من مسئولیت من دیگه از دیگه چی میگم. اما وقتی یک مادر 60 ساله یک روسری یک کرتای تاجیکی قدی در بازار میگرده او فرهنگی بیگانه بوده است که همه جاش پوشیده با عفت با عزت چشمی مردم نمیرسه، یک کسی کارش نداره.
اما این که لوچ و اوریان میگن ایش از فرهنگش از تبلیغگر، این که خیر است ولی بس. گجای فرهنگ است، گجای عزت است، گجای آبرو است، گجای فرهنگ تاجیکی است. اینجا است علامت سوال. اینجا است علامت سوال که شما باید برای ما جواب دین که چرا یا دعوت نمیشن یا از زیر خب کمیته امنیت یا که بخش زنها دیگر و دیگرها چرا رد نمیشون که و چرا از این را همون اجازت نامه شونه چرا نمیگه دوباره باز نمیگه که حق سراییدن باید نداشته باشن اینا، چون فرهنگ غرب صرف فرهنگ غربی است، صرف همه جاش، از سر و لباس، از مستری، از قول، همش فرهنگ غربی است، هیچ ربطی به فرهنگ ملی تاجیکی نداره. چرا اینها دعوا نمیشه؟ چرا اینها بازپرسی نمیشوند؟ چرا بحث بالای اینها نمیروند؟ اما یک مادر 60 ساله، یک مادر 70 ساله فرهنگ به دست، فرهنگ بیگانه به دست، لباس های ترکی را میاره. این لباس های کجا است؟ مگر مادری تو، خواهری تو، بچه‌ت اینا 100 سال پیش همین گونه فرهنگ داشت؟ مگر همون مادری رحمانوف، نامش فراموش کردم، خاله عزیزمو، نه خاله مریم خب دیگر هر کجا خدا رحمتش کنه، دیگر او نمیتونه من بالای حرفی دیگر سخت بزنم. مگر همون خب خاله مریم خدا بیامرزش آیا همین گونه لباس داشت؟ حتی همون همسری رحمانوف همین گونه لباس نمیپوشه. اما این چیز از فرهنگ، این چیز از تبلیغ، این پروبلم نداره. این مالی اروپا نیست، مالی امریکا نیست، مالی غرب و شرق نیست. اما یک زنی 60 همون زنی که در نوارهای میبینه 64 تا 65 ساله است، او چیز از فرهنگ بیگانه. مرحمت کنید. گجای این فرهنگ، این پدانت فرهنگ تاجیکی است. من معذرت میخوام عزیزا، شاید یارو میمونم شاید بی‌آدابی شوه، اما خب باید گفته شوه بالا این نقطه ها. گجای این فرهنگ است، گجای این اینجا از علامتی سوال که برای ما اینا جواب دین که چنگ زنیم به کنستیتوسیا. خب یه حقی پوشیدن دارن، بگذار بپوشن، چون جمهوری تاجیکستان دولت اسلامی نیست، جمهوری دموکراتیک خب تاجیکستان کشور دموکراتی است. خب حقوق آزادی شهروند، حقوق لباس پوشی، حقوق رفتار، گفتار، کردار، همش کنستیتوسیا اوکی اجازه داده است. خب اگر بحثی ما سری قانون است که اینا آزادن، جمهوری کشور دموکراتی است، اوکی. و یک زنی که پوشیده لباس میگرده اون فباطن نه ممکن نیست، او فرهنگ بیگانه است. نه این بحث سر این است. بحث سر این است که گجای این فرهنگ تاجیکی است. گجای این اول شما اینجا رو اصلاح کنین، اول خودتان، چون کسای قانونگذار هستین، شما خودتان اول اصلاح کنین. خودتان باید فرهنگ با آموزین. فرهنگ یعنی چی؟ هستی فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ از کجا درک بکنیم؟ یک انسانی فرهنگی چگونه است؟ ارج گذاشتن به فرهنگ ملی چگونه است؟ شما باید اول خودتان به فرهنگ و فرهنگ بیاموزین، بعد به این ملت فرهنگ بیاموزین. خودتان که به فرهنگ زن و کودکاتون لوچ و اوریان میگردد، من شک ندارم. و اصلا روز تا بگو در دیسکو کلوب ها مست و علس میگردن، من شک ندارم. او شده از فرهنگ و همین ابله ها تصمیم گیرنده بالای این ملت شدن که ملت فرهنگ میآموزن. بگیرش یه جینه را ایش دست فرهنگ نه